ضابطین بعضی نکات را اینجا در رابطه با متهم کردن امارت اسلامی افغانستان و یک گروه خطاب کردن و باری حکومت را تک قومی و تک مذهبی خطاب کردن، راپورهایی که در افغانستان به خاطر نقض حقوق بشر درست شده کی درست کرده؟ طراح و بنیادگر از این راپورها کی بوده؟ پیسیش کی داده؟ این راپورها طرف دیگر همین راپور را جور کرده یا همون کسانی که دیروز هم در غلامی و نوکری شهرت داشتن امروز هم در مجامع بشری از این راپورها حرف میزنند؟ چرا او راپورها را نمیگین که در هلمند یک روز 500 نفر کشت؟ چرا او راپور نمیگین که در بالا بلوک بسته کریستال بم ها را استعمال کرد و انسان ها را زنده به آتش کشید؟ او راپورها در کجا شد؟ او جاینکتان کار نمیکرد. امروز شما مخالفتتان در این نظام به خاطر است که شما نیستید. موترتان نیست، قدرتتان نیست، چوکیتان نیست، شورتان نیست، چپاولتان نیست، قوت و قدرت دیپلماسی پیش شما نیست. حکومت تک قومی رو گفتید. در وزارت خارجه افغانستان به لیستش مراجعه بکنید. در اونجا دیگه اقوام در کجا بود به جز شما؟ دیگران وقت میدادین و دیگر جای داشتید. از روی منافع ملی افغانستان حرف میزدین یا برای جیبهای خودتان پر میکردین؟